میکردم آقا من اگه 10 سال دیگه بچه داشتم بچه‌م بیاد بگه بابا این رفیقات عکسشون تو آلبومته اینا کجا؟ بابا این رفیقمون انقدر مواد مصرف کرد، یه 5 سال امین آباد بود دیگه، با بدبختی ترکش شدیم، الان یه شیرینی فروشی زده، خیلی هم موفق شده، یه چیز خاصی تو شیرینیاش میریزه اصلا صف واسه. بابا این یکی رفیق چی شد؟ این همون موقعش هم بابا رل که میزد میرفت 6 ماه رفیقاشو فراموش میکرد، اصلا حول دختر بود. الان ازدواج کرده 5 سال اصلا هیچکی ازش خبر نداره. پدر مادرش هم چند روز شما زنگ زدن دنبالش بودن، اصلا نمیدونن کجاست. فکر میکرد که رل میزنه میره تو رابطه باید رفیقاشو بذاره کنار. این بابا اینو میشه، این رضا بهت میگفتم حول بود، این الان ورکشاپ حول بازی گذاشته. این تیتر این ورکشاپشون گوش کن، نوشته که چگونه دختران رو ساعت 4 صبح وقتی اسنپ گرفتن نگه داریم. من خودم اینجا بودم و یه بار این کارو کردم، من یادم بابا 4 تا دختر نشسته بود اسنپ گرفتم می‌خواستم برن، این لباس پوشیده، فاصله اون جایی که نشسته بودن تا در ورودی 10 متر بود، دم در ورودی دخترا رو خوابون. یعنی اسنپی زنگ میزد اینا جواب نمیدادن. این انقدر واقعا تو کارش حرفه‌ای، هنوزم یکی از حوالای بزرگ ایران همینه. بابا این یکی رفیقم اینو میبینی، این همیشه دنبال دختر پولدار بود و کندن، با یه دختر پولدار آخر ازدواج کرد، فکر کرد پولدار میشه، بعد 2 سال دختره که پولی بهش نداد هیچی، 100 تا دونه مهریه ازش گرفت، افتاد زندان، الان اومده تو بازار چرخی شده، کل زندگیشو نابود کرد. بابا چرا رفیقای ما همه درگیرن؟ چیه رفیق درست نداریم واسه بچه تعریف کنیم؟